غذای خودم اومدیم به لیتس پلی بازی امانگاس. این گیم خیلی مرموزه، مطمئنا تا حالا شنیدین اسمشو، حتی اگه بازی هم نکردین اسمشو شنیدین. خیلی این گیم مرموزه، به هیچ کس نباید تو این گیم اعتماد کنیم، ممکنه هر لحظه چاقو در بیاره بکشته. حالا به کنار، قبل اینکه بازی شروع کنیم حتما دکمه لایک یادتون نره، خیلی من کمک میکنه، واقعا بهم انرژی میده. اگر دکمه سابسکرایب نزنید همین الان منتظر چی هستین؟ برین دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله بغلش هم فعال کنین که اگر ویدیو گذاشتم بیاین ببینین. و تمام، let's go. خب من به یه جا جوین شدم. رنگو عوض نمی‌کنم. اوکی. الان من به یه جا جوین شدم و اسکینم من برای خودم درست کردم. خیلی مرموزم نه؟ خب اوکی. الان منتظر هستیم که من شروع شد. یا بالفضل. راستی بچه اگر هستیم بازیشو دانلود کنین حتما باید با فیلتر شکن خیلی چند نازه در بچهش به امونش میره. اگر میخوایم بازیشو دانلود کنیم باید فیلتر شکن بزنیم، حجمش هم بزنیم زیاده، 500 خورده اگر از پلستور بخوایم دانلود کنیم. و یه چیز دیگه، من قبلا امانگاس بازی کردم، یه ذره خیلی کوچیک بودم بازی کردم و فلان و بسار و کردار. داره شروع میشه. ببینیم کی ایمپاستره. نمیتونم ببینم، شاید خودم ایمپاستر بشم. بچه دعا کنید ایمپاستر شه، دعا کنید. خب توفت ایمپاستر شدیم، 3 تا ایمپاستر تو بازی لعنتی. خب تو این مپ عادی خودش خب اوکی، جویستیک میاد از پایین. من از همین الان به این سفید شک دارم. کجا را؟ باشه نگو اومده تو ونت، بگی اومده تو ونت تعصبم خورد میشه، چون از ونت تو خاطره خوبی ندارم از ونت. پس حاجی این میزنه میکشه، حاجی این میزنه یک اوه شیت افتاده دنبالم، این بازره افتاده دنبالم. پشمام باختی، همه رو کشتن حاجی، افتاده بود دنبالم طرف. این 3 تا بودن. یا خدا، من توی مچ دیگه هم دارم جوین شدم، اما مشخص میکنی که این پاسر نیست. ای توفه چرا زیادیم، چند تا این پاسر تو بازی ندیدم، مهم نیست. توی این مپ بستی من باگ سرعت خورده. اینجا شلوغه، هجی کسی داره. قهرمان وزنه برداری. خب جناب آقای دیریبلند بیا اینجا بفرما. راستی زرمان قلب ببرم میتونی. بیدار نت ضعیفه متاسفانه با وضع کشور مهمی. حالا چی هست؟ اوه یکی رو کشت، یه ذره رو کشت آجی، فکر نکنه. خب که نگاه کن ببین الان باید چطور رو فعلا بخونی تا اون باز شه. حالا هو خودشه، هر کس میگه هو یعنی خودش. من به این داداشمون رأی میدم چون گفته هو. همونجوری هر کس توی من گفت هو شما بگین بیا، اینم رأیت، بیا مشخص بیا.
خب اینا هم کسی به من رای نداده باشه. این همه ایمش به من رای داد. حتی اون دو نفری که مورد نمیتونم رای بدم، ولی این همه من رای داد. چون اگر من زیاد رای بگیرم میرم بیرون. عجیبه. سه نفرم رای بدم بره دیگه. خب دو نفر رای باید بده. موندن رو کی رای بدن؟ آهان دیگه. وای حاجی شت. آقا به کی به کی رفت بیرون؟ خب کسی نرفت بیرون و 3 تا این پاستر همچنان داخل بازیه. من به این مشکوکم آجی. این گلیه. بریم بالا بریم. ما آدم دیگه. خب ما بریم. نمشت بیارو بالا بابا. توف. بازی بیکی مرد. یکی دیگرم کشت. خب کمتر شد. این سبزرم کشت آجی. کی این پاست؟ من واقعا به این شک دارم. کو اون که بشه این که پرتغالیا کالین کارتش این داشون خیلی چیزه چاخه. و در ضمن این غلطی که من کردم و هیچ وقت بهمون گوش نکنین. هیچ وقت اولین نفر رای ندین چون همه بهتون مشکوک میشن. میگن این پوستر این چرا اولین نفر رای داد؟ یعنی این پوستر یا مطمئنه؟ حالا من تصمیم میگیرم آقا این پوستر بس میذاریم رای بدیم بهش. همه تمام میری بیرون. خب همونجا تمام شدیم. قهوه. خب رای بده دیگه. بیدن رای بده جانمونه. رای بده. میشه لا چقدر کسی نرفت بیرون. چجوری میره تو دریا آدم آتیش میگیره؟ خب بیا بریم. این به بردم نمیخورم. شاید من میرم جنگل قارشی. این کسی هم نیست که بخواد منو بکشه. اوه کشی اکسیژن اون درم بسرش. چیز آجیو خدا این جایی روشه یه در ترسناکه. ولی خب اوکی. چرا گنده است؟ یا خدا باید برگردیم. این درو یا یه پاسه درو بسرش کنم. چون من قبلا این امنگاس بازی کردم فکر کنم بهتون گفتم. ولی مشکل اینجاست که چیز خاصی بلد نیستم. کوچیک بودم. اوه حاجی اینا که برده اونم برده. خب یکی باید بمیره. باخت گفتم این. من به این و آبی از اول رای داده بودم. توف بهش. من به این گلگلیه و آبی از اولش هم رای داده بودم. آجی شت. خب بچه ها مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. ببخشید اگر
تایم ویدیو یه ذره کم بود سر ویدیوهای لانگ بعدی، مثلا ویدیو لانگه حالا سر ویدیوهای بعدی سعی میکنم تایم ویدیو رو یه ذره بیشتر کنم. امیدوارم سریع کرده باشم. خدافظ.